سلام، خوش اومدید به سری برنامه‌های ایندیر کریتس. در این قسمت می‌خوایم با هم دیگه شلیک تفنگ رو برای کاراکتر سوم شخصمون برنامه‌نویسی بکنیم. با من همراه باشید. همونطور که می‌بینید میتونیم شلیک بکنیم و اجسام به صورت فیزیکی نسبت به شلیک ما واکنش نشون میدن و خیلی ریالیستیکه. اسکریپت جدید میسازم به اسم وپنز منیجر که قراره تفنگ های کاراکتر ما رو مدیریت بکنه. کلاسی میسازم به اسم وپن کنترلر که نقش تفنگ های ما رو بر عهده داره. یعنی هر تفنگی که ما دست کاراکتر داریم، اسکریپت وپن کنترلر به اون تفنگ متصله و وپنز منیجر قرار آرایه‌ای از وپن کنترلر ها رو در خودش نگه داره. برای مثال ممکنه 3 تا تفنگ داشته باشیم. متغیر اینتی میسازم به اسم current selected weapon index که کارش اینه بفهمه دقیقاً ما کدوم یکی از المان آرایمون رو داریم بهش اشاره میکنیم. المان اول، دوم یا سوم یا الی آخر. پراپرتی به نام current weapon میسازم که کارش اینه به المانی که اندیس current selected weapon index داره بهش اشاره میکنه در آرایه weapons رو به من برگردونه. متدی میسازم به اسم equip weapon و hide weapon که کار این دو متد مسلح کردن کاراکتر و غیر مسلح کردن کاراکتر. یعنی در واقع تفنگ رو میذاره کنار و تفنگ رو دوباره برمیگردونه. یه زمانهایی امکان داره که ما بخوایم تفنگمون رو مخفی بکنیم. در متد equip weapon آرگومنت int index رو وارد میکنم، تعریف میکنم و current selected index رو برابر با اون مقدار آرگومان قرار میدم که current selected weapon index هنگامی که میخوایم تفنگی رو در دست بگیریم مقدار دهی بشه. در کلاس weapon controller متدی به اسم hide و متد دیگری به اسم show میسازم. اسمشون رو به hide weapon و show weapon تغییر میدم. در hide weapon میگم game object false بشه و در show weapon میگم game object activate بشه. ما به hide weapon نیازی نداریم، پاکش میکنم. current weapon رو صدا میزنم و به متد hide weapon قبل از اینکه current selected weapon index مقدار دهی بشه hide weapon رو صدا میزنم و بعد از اینکه current selected weapon index مقدار دهی شد current weapon.show weapon رو صدا میزنم که تفنگ قبلی مخفی بشه و تفنگ جدیدی که الان میخوایم انتخاب بکنیم نمایش داده بشه. قبل از اینکه بخوام هاید بکنم تفنگم رو چک میکنم که آیا اندیسی که من دارم باهاش کار میکنم در محدوده آرایه وپنز هست یا نه. یه وقت آرایم کوچکتر از 0 نباشه، اندیسم کوچکتر از 0 نباشه، یا یه وقت بزرگتر از طول آرایه نباشه. اگر اینطور بود دیگه نمیخوام کدهام اجرا بشن و debug log exception باید به ما بده که ما در موقعی که همچین خطایی داشتیم از این خطا با خبر بشیم. exception رو به log error تغییر میدم. اسکریپت وپنز منیجر رو به پلیرم میدم. وپن کنترلر رو به یک اسکریپت جدید منتقل میکنم. اسم گیم آبجکتم رو به پلیر کنترلر تغییر نام میدم. تفنگ رو انتخاب میکنم. و اسکریپت وپنز کنترلر رو به تفنگ پلیرم متصل میکنم. در وپن کنترلر متد جدیدی به نام شوت که وظیفه شلیک کردن رو داره رو میسازم.
و متد ریلود رو که وظیفه خشاب گذاری داره رو بهش اضافه میکنم. متد جدیدی به نام update UI تعریف میکنم که بتونیم رابط کاربری رو، میزان تیری که پلیر در حال حاضر داره رو روی صفحه نمایش بده. متغیری به اسم max bullet per mag تعریف میکنم اسمش رو به max runs per mag تغییر میکنم. اینجا من سعی دارم اسامی خیلی درستی برای متغیرهام درست بکنم و قراره که چند دفعه من این اسامی رو تغییر نام بدم. 2 متغیر دیگه به اسم max runs و current runs این mag رو تعریف میکنم. در متد start باید تعداد تیرهامون رو اینیشیالایز بکنیم یا مقدار دهی اولیه بکنیم. تعداد تیرهایی که در این لحظه در تفنگمون قرار داره باید هنگامی که بازی اجرا میشه برابر با ماکسیموم حد اکثر تیری که باید توی یک خشاب باشه قرار داده شه. اینا بهتره که در اینسپکتور نمایش داده نشن. تعداد تیری که در جیبمون مونده رو و هنوز توی خشاب فعلیمون استفاده نکردیم باید برابر با کل تیری که در این لحظه داریم بشه. در متد ریلود متد جدیدی رو اعلان میکنم به اسم ریلود کلکولیشن که محاسبات مربوط به تیرهام رو بر عهده داره. اگر تیرهایی که واسمون باقی مونده بود کوچکتر مساوی با 0 بود ادامه نده محاسبات رو. اسم رو دوباره عوض میکنم به اسم مکس سایز، مگزین سایز، حجم خشاب. متغیر محلی ران تو لید قرار مکس سایز رو منهای تیرهای فعلیمون توی خشاب کنه و متغیر دوم رانز تو دیداک قراره چک بکنه که اگر تیرهایی که واسمون باقی مونده بود بزرگتر مساوی با رانز تو لید بود برابر با رانز تو لید بشه. در غیر این صورت مقدار برابر با تعداد تیری که واسمون باقی مونده بشه و تعداد تیری که واسمون باقی مونده رو از تعداد تیری که باید کم بشه کم میکنم و به تعداد تیری که الان توی خشابم دارم اضافه میکنم. ریلود کلکولیشن رو در استارت صدا میزنم. متد جدیدی به نام فایر ویت ری تعریف میکنم که قرار اشعه‌ای که تیرمون رو نمایندگی میکنه رو اونجا تعریف میکنم. حالا باید در اسکریپت وپنز منیجر رفرنسی برای دوربینمون داشته باشیم که تمام وپن کنترلرها بتونن از وپنز منیجر به دوربین دسترسی داشته باشن. این یک تکنیک کدنویسی تمیزه. کامرا ترانسفورم یک پراپرتی برای متغیر کامرا ترانسفورم میسازم که کسی نیاز نباشه کامرا ترانسفورم رو مستقیما بهش دسترسی داشته باشه. یک پراپرتی از کامرا ترانسفورم داشته باشیم. در متد استارت بهتره که در متد اویک چک بکنیم آیا کامرا ترانسفورم مقدار داره یا نه. اگر مقدار نداشته باشه از کامرا دات مین ترانسفورمش رو مقدار دهی میکنیم. حالا وقت پراپرتیه. از لامدا اکسپرشن برای بهتر نوشتنش استفاده میکنم. در وپنز کنترلر رفرنسی برای وپنز منیجر تعریف میکنم. متدی به نام اینیت تعریف میکنم و در متد اینیت آرگومان وپنز منیجر رو
می نویسم که وپنز منیجر بتونه تمام وپن کنترلر ها رو صدا بزنه و یکی یکی متد اینیت رو در اونها صدا بزنه و خودش رو به عنوان رفرنس به اونها بده. برای این منظور با یک حلقه for each در تک تک وپن ها گردش میکنیم. حالا وقتشه که بردار جهت رو از طریق دوربینی که در وپنز منیجر ما مقداردهی کردیم مقداردهی بکنیم. بردار جهت تیراندازی رو واسش تعریف میکنم و از طریق متد ترانسفورم دیرکشن جهت رو مقداردهی میکنم. بردار مبدأ به نام اوریجین رو تعریف میکنم. یک اشعه به نام ری میسازم که از مبدأ و جهتی که واسش تعریف کردیم شلیک میشه. متدی میسازم به نام فایر سینگل شات که ری و دیرکشن رو به عنوان دو آرگومنت میپذیره. در اون متد شروع میکنم به استفاده از متد physics.raycast و شروع میکنم ری زدن، اشعه زدن. چک میکنم اگر اشعه به آبجکتی برخورد کرد که ریجید بادی فیزیک به اون متصل بود، فیزیک کامپوننت ریجید بادیشو دریافت بکنه و متد add force add position رو صدا میزنم از ریجید بادی که بتونم به آبجکتی که تیر میزنم در جهتی که قراره من تیر بزنم بهش نیرو وارد بشه. حالا آدیو سورس میسازم که بتونم باهاش صدای شلیک رو در بیارم. یک آدیو کلیپ برای نگه داشتن کلیپ صدای شلیک تفنگ به اسم فایر کلیپ. یکی دیگه به نام ریلود کلیپ که صدای خشاب گذاری رو پخش میکنه. توی متد شوت صدا میزدم پلی وان شات از متغیر سورس رو و فایر کلیپ رو بهش بدم که صدای شلیک رو پخش بکنه. همین کار رو برای متد ریلود تکرار میکنم که صدای خشاب گذاری پخش بشه. در متد آپدیت یو آی تو دو می‌نویسم که یادم بمونه بعداً یو آی تفنگ رو آپدیت بکنم. حالا کامپوننت آدیو سورس رو به تفنگم نسبت میدم و اون کامپوننت رو به تفنگ رفرنس میدم. صداهایی که ایمپورت کردم رو به شلیک و ریلود رو نسبت میدم. حالا ما هاید و شو هم داریم، پس بهتره 2 تا کلیپ دیگه بسازم که بتونم موقعی که تفنگو در میارم یه صدا پخش بکنم، موقعی که تفنگو قایم میکنم میذارمش تو جیبم یه صدای دیگه پخش بکنم. پلی وان شات میکنم در هاید وپن و شو وپن، کلیپ شو وپن و کلیپ هاید. تفنگم رو به وپنز منیجر نسبت میدم. دوربینم رو هم به وپن منیجر نسبت میدم. حالا وقتش چند تا هدف تمرینی برای پلیرمون بسازیم که بتونیم بهشون شلیک کنیم. به این آبجکت ها ریجید بادی میدم که فیزیک داشته باشن. اونا رو میچینم که بتونم راحت تر متوجه بشم به چه صورت تفنگم کار میکنه. در وپنز منیجر متد آپدیت رو میسازم و در اویک مطمئن میشم با آرگومان 0 اکیو وپن صدا زده شده که اولین تفنگمون رو ما انتخاب کرده باشیم وقتی که بازی ران میشه. اگر دکمه سمت چپ موس رو کلیک کردم
باید کارنت وپنم شلیک بکنه. پس متد شوت رو صدا میزنم. از این ایفی که ما اینجا داریم یک متد استخراج میکنم. اسمش میذارم is weapon index out of range. از لامدا اکسپرشن استفاده میکنم. متدی به نام شات دیرکشن میسازم که کارش اینه هر وقت صدا زده میشه یک جهت رندومایزد برای شلیک تفنگ به ما میده، برای ظاهر شدن گلوله به ما میده. در نهایت بی‌دقتی در شلیکمون داشته باشیم و تفنگمون شلیک کردنش ریالیستیک و واقع گرایانه تر باشه. تغییر شات دیرکشن نیازی ندارم، مستقیما از خود متد شات دیرکشن استفاده میکنم. بهتره فورس هامو قوی تر بکنم، 350 تا 512. حالا میبینیم که ما هم شلیک صدای شلیک رو داریم و تیرامون به هدف میخورن. برای اینکه بفهمیم دقیقاً کجا رو داریم میزنیم بهتره که کراس هیر رو روشن کنم. حالا میبینیم که دقیقاً اونجایی که من شلیک میکنم واقعاً گلوله هم حرکت میکنه و اشعه‌ام به اصابت میخوره. در ویدیوی بعدی ما بیشتر درباره افکت های صوتی و افکت های تصویری صحبت میکنیم و جلوه های گرافیکی بیشتری به شلیک کردنمون اضافه میکنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالی داشتید حتما توی کامنت ها از من بپرسید، جوابتون میدم. تا برنامه بعدی، بدرود.